خوب میلی دلی انشالله دا زل جوڑیگی دا وطن آبادیگی دا وطن آبادیگی دا ترش پولغیگی وزیرنا کیگی دا وطن آبادیگی دا وطن. عتیق هستم از ولایت هرات، انستیتوت تعلیم تکنیکی و مسلکی هرات. این تانگی که شما فعلا مشاهده میکنیم یک تانگ لیزری جدیده که تا جای ساخته نشده، جای هم نمایش نخورده. این تانگ 20 کیلومتر برد لیزر داره، موقعیت خوب هر موقعیت باشه میسوزونه و این کمره که جلو از این کمره موقعیت رو مشخص میکنه، دشمن مشخص میکنه و خودی اتومات لیزر روشن میکنه. کلا 20 کیلومتر لیزر میزنه، لیزر هم اون موقعیت خرفته میسوزونه. این شما میتونیم که کمره زی به گوشی وصل میشه، از تمام موقعیتایی که هست، از آمریکا باشه از هر جا که مایه باشه فرق نداره، فقط کمره زی به گوشی که وصل شد اینترنت وصل میشه، کلا از روی کنترل میشه، به هر جا که باشه کنترل میشه. به سولاری که شما مشاهده میکنیم، سولار از روز از هفته استفاده میکنه، شو از بطری خود این 90 کیلو وزن حمل و نقل میکنه، 70 کیلو وزن خود از اینه. پرزایی که از استفاده شده از کشورها خارج نشده، کلا از همه خود افغانستان، از همه ضایعاتی که کسایی که دور میندازن موضوع استفاده کردن. این لوله که شما مشاهده میکنیم، این جایی که لیزر وصله، این از این پمپای اوه، پمپایی که داخل چا بسته میشه، از این پوشا از اونایه. این لولای برابر که شما مشاهده میکنیم، از لولای او کلونه که برای خونه ها اینا انتقال میشه، از زر سرکا رد میشه، لولا آهنیه. و این تسمه‌ای که شما میبینیم، تسمه‌ای که زر موتور وصل میشه، برای گیربکس موتور اینا استفاده میشه. این جایی که تابالا اینا میکنه، این از شیشه که موتور که تابالا میکنه از استفاده شده. این موتور هم از شیشه پاکون موتور که استفاده شده و زنجیرایی هم که در هست این موتور استفاده شده و کلا از راه دور از طریق گوشی، از طریق کامera، از همه مشخصات خود از طریق لپتاپ اینا کنترل میشه. فعلا بردی که ما روی نصب کردیم 1 کیلومتر راه از طریق کنترل که خود مساختیم به دست ما موجود است، همین کار انجام میده. خوب میلی دلی انشالله دا زل جوڑیگی دا وطن